بعد از اجرایی که مطهری در موزه گیمه داشت، کم کم اجراهای بعدیش هم از راه رسید. رقص او سر و صدای زیادی به پا کرده بود. نامش همه جا پیچیده بود و مردم کنجکاو بودند ببینند اصلاً این زن کیست و آن رقصی که همه درباره‌اش حرف میزنند چیست. مطهری آن زمان مدعی بود رقصی که اجرا می‌کند یک رقص سنتی مذهبی معابد شرق آسیاست. دلیل این ادعا آن بود که می‌خواست بگوید این رقص از پیش وجود داشته، ریشه دار است و او صرفاً در حال بازآفرینی آن است. به نوعی هم می‌خواست از زیر بار مسئولیت‌های احتمالی شانه خالی کند. به هر حال داشت تابو شکنی می‌کرد. درست است که در آن زمان رقص استریپتیز وجود داشت، اما بسیار محدود بود و آن هم تنها در کلاب‌ها و مکان‌های خاص، نه در معتبرترین سالن‌های نمایش و اجرا در پاریس. با این ادعا قصد داشت بگوید هدفش از برهنه شدن، تحریک یا سوء استفاده از مخاطب نیست، بلکه این بخشی از رقصی است که خودش نامش را رقص شرقی گذاشته بود، در حالی که دروغ می‌گفت. این رقص تنها الهامی بود از آنچه در مستعمره هلند دیده بود و در نسخه اصلی آن اصلاً کسی برهنه نمی‌شد. مارگارتا در قالب شخصیت مطهری همچنان روال سابق خود را حفظ کرد. قرار و مدارهایش با مردان مختلف ادامه داشت. در هر شرایطی، در هر زمان و در هر مرحله از زندگیش این روابط برقرار بودند. اجراهای مطهری روز به روز شلوغ‌تر و پرطرفدارتر می‌شدند و تعداد مردانی که با او قرار می‌گذاشتند نیز بیشتر. نمایش‌هایش به سالن‌های بزرگتر و مشهورتر پاریس رسید و طولی نکشید که نه فقط در پاریس بلکه در سراسر فرانسه طرفداران بسیاری پیدا کرد. مطهری در سالن‌های معروفی مانند تئاتر المپیا، گراند تئاتر پاریس و سالن‌های بزرگ اپرا اجراهایی داشت که او را به یک ستاره درخشان بدل کرد. رقص‌هایش معمولاً بر پایه داستان‌هایی از الهه‌های هندی یا افسانه‌های باستانی شرق بود و با لباس‌های خاص و طراحی‌های منحصر به فردش تماشاگران را شیفته خودش می‌کرد. او حالا در مسیری بود که همیشه آرزویش را داشت: شهرت، ثروت و در مرکز توجه بودن. یکی از عناصر اصلی اجراهای مطهری جلوه‌ای از عرفان و رازآلودگی بود. همیشه خود را به عنوان شاهزاده‌ای هندی یا دختری با اصالت شرقی معرفی می‌کرد. حتی نامی که بر خود گذاشته بود، نامی آسیایی بود. در حالی که تمام این داستان‌ها ساختگی بودند، بخشی از تلاشی آگاهانه برای جلب توجه و متمایز بودند. رقص‌های مطهری نه تنها او را به نمادی فرهنگی بدل کردند، بلکه وی را به شخصیتی برجسته در محافل هنری و اشرافی تبدیل ساختند. مردان ثروتمند و قدرتمند آن زمان اغلب مجذوب اجراها و شخصیت اسرارآمیز او می‌شدند. این مرکز توجه بودن جدا از تمام سودها و خوبی‌هایی که برایش داشت، بدی‌هایی هم داشت. بدی‌هایی که هر سلبریتی دیر یا زود با آنها درگیر می‌شود. ریخت و پاش‌های مطهری آنقدر در چشم بود که بین مردم به زنی ولخرج و تجمل دوست معروف شد. در هتل‌های لوکس اقامت می‌کرد، لباس‌های گران قیمت می‌پوشید و همیشه در مهمانی‌های آنچنانی دیده می‌شد. شخصیتش خوراک روزنامه‌ها شده بود. روزی نبود که نامش تیتر یک نشود، عکس‌های نیمه برهنه‌اش چاپ نشود یا درباره‌اش داستان‌های جنجالی ننویسند. گاهی حتی تیترهای منفی برایش می‌زدند. او را زن خطرناک و اغواگری می‌خواندند که در میان مردان قدرتمند نفوذ می‌کند و از آنها سوء استفاده دارد. در سطح جامعه هم وضع مشابهی بود. رقص‌ها و حرکاتش برای بسیاری از مردم عجیب و حتی ترسناک به نظر می‌رسید. بعضی‌ها او را به جادو و جنبل متهم می‌کردند. می‌گفتند مردم را هیپنوتیزم می‌کند و با ترفندهای شرقی ذهن مردان را تسخیر می‌کند. اما این حرفها نه تنها برایش آزاردهنده نبود، بلکه بیشتر باعث خوشحالیش می‌شد. او از اینکه نامش سر زبان‌ها بود و درباره‌اش صحبت می‌کردند لذت می‌برد. همان رمز و رازی که مردم را می‌ترساند،
برای خودش ابزاری بود تا جذابتر و دست نیافتنی تر به نظر برسد. شهرت مطهری خیلی زود از مرزهای فرانسه فراتر رفت. حالا دیگر فقط در پاریس ستاره نبود، بلکه در سراسر اروپا نامش می درخشید. اجرایش در فرانسه غوغا به پا کرده بود و او تبدیل شده بود به یکی از چهره‌های برجسته هنری قاره اروپا. هر جا می رفت مردم مجذوبش می شدند. رقصهایش چیزی فراتر از یک نمایش ساده بود. تماشاگران را به دنیای دیگر می برد. دنیایی پر از افسانه‌های شرقی و حس و حال رازآلود. در آلمان اجراهای مطهری با استقبال چشمگیری روبرو شد. مردم او را هنرمندی بی همتا می دانستند که فرهنگ شرق را با زبانی تازه به کشورشان آورده است. رفت و آمدهای زیادش به آلمان بعدها در پرونده‌ای که علیهش تشکیل شد به عنوان یکی از دلایل اتهاماتش ذکر شد. در وین هم اجراهایش آنقدر سر و صدا کرد که اشرافزاده‌های اتریشی برای دیدنش صف می‌کشیدند. حتی شایعه شده بود بعضی از آنها حاضر بودند پول زیادی بپردازند تا فقط چند کلمه با او صحبت کنند یا در مهمانی همراهش باشند. یکی از سفرهای مهم و نقطه عطف حرفه‌ای مطهری سفرش به روسیه بود. او در روسیه همانقدر درخشید که در فرانسه موفق شده بود. سبک زندگی تجملاتی و لباسهای خاص شرقیش دقیقاً همان چیزی بود که طبقه اشراف و درباریان این امپراتوری دوست داشتند. حتی گفته می شود در یکی از اجراهایش برخی از خانواده سلطنتی نیز در میان تماشاگران حضور داشتند. دربار روسیه تا مدت‌ها درباره شکوه و زیبایی رقص و چهره‌اش صحبت می‌کرد. مطهری پس از آن به اسپانیا و ایتالیا نیز سفر کرد و در هر دو کشور با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. اجرایش در مادرید و بارسلون شور و هیجان زیادی به پا کرد. مردم اسپانیا شیفته حرکات موزون او بودند، این بار با ترکیبی تازه از ریتم‌های شرقی و غربی. در ایتالیا هم سالن‌های اپرا و تئاترهای مشهور میزبانش بودند و هر بار جمعیتی انبوه برای تماشایش صف می‌کشیدند. حتی در آمریکای شمالی هم نام مطهری بر سر زبان‌ها افتاد، هرچند هیچ وقت اجرای گسترده‌ای در آنجا نداشت. با این حال شهرتش به قدری زیاد بود که مجله‌ها و روزنامه‌های آمریکایی درباره‌اش می‌نوشتند و او را ستاره جهانی می‌دانستند. زنی که توانسته بود میان فرهنگ‌های شرق و غرب پلی بسازد. مطهری ویژگی دیگری هم داشت که او را از بقیه متمایز می‌کرد: داستان سرایی. برای او سخت نبود که با حرف‌ها و روایات‌های خیال‌انگیزش ذهن مردم را به بازی بگیرد و شیفته خود کند. مدام درباره زندگی و گذشته‌اش داستان‌هایی تازه می‌ساخت و هر بار آنها را به شکلی متفاوت تعریف می‌کرد. همین رازآلودگی باعث می‌شد مردم نتوانند به درستی ته و توی زندگیش را درآورند و همیشه کنجکاو بمانند تا بیشتر از او بدانند. در اصل پیام همیشگیش یکی بود: من شاهزاده‌ای شرقی‌ام که از رنج و سختی‌های زندگی گذشته‌ام گریختم و حالا آمدم تا با رقصم هنر و زیبایی شرق را برای شما به نمایش بگذارم. اما در کنار تمام این داستان‌ها چیزی که همیشه با او بود جنجال و شایعه بود. هر جا که می‌رفت عده‌ای او را نابغه هنری می‌دانستند و عده‌ای دیگر می‌گفتند زنی فریبکار و خطرناک است. یکی از جالب‌ترین ماجراهای دوران شهرتش مربوط به یکی از اجراهای معروفش در پاریس بود. اجرایی که بعدها به نام رقص تاریک شناخته شد. این اجرا که با کارهای قبلیش تفاوت زیادی داشت، یکی از مهمترین لحظات زندگی حرفه‌ای مطهری بود و در یکی از سالن‌های بزرگ شهر به نام للیدو برگزار شد. مطهری تصمیم گرفت در این نمایش از پوشش و سبک رقص تازه‌ای استفاده کند. به جای آنکه مثل همیشه لباس‌های شرقیش را بپوشد، این بار لباسی بر تن کرد که بیشتر یادآور دوران روم باستان بود.
در طراحی صحنه هم از عناصری بهره گرفت که حال و هوای تاریخی داشتند و بیشتر به صحنه‌هایی از دوران کهن شباهت پیدا می‌کردند. او این بار به جای رقص‌های معمولیش نمایشی داستانگونه و تئاتری تک نفره اجرا کرد. یکی از لحظات خاص و به یاد ماندنی این اجرا زمانی بود که پرده‌ای از ابریشم نازک که از سقف آویخته شده بود کنار رفت و در نور کم سالن پیکر مطهری در قالب شخصیتی اسرارآمیز نمایان شد. مثل همیشه لباسهایی پوشیده بود که خطوط بدنش را آشکار می‌کرد و این بار نیز با همان جسارت زیبایی خود را به نمایش گذاشت. حرکاتش، نورپردازی و آن سکوت خیره کننده سالن باعث شد تماشاگران کاملاً محو او شوند. مطهری در هر اجرا چیزی تازه برای ارائه داشت. خلاقیت، جسارت و ترکیبی از رقص، نمایش و اغواگری. با همین نوآوری ها بود که توانست خودش را به عنوان مطهری یگانه و تکرار نشدنی در تاریخ هنر معرفی کند. مطهری با وجود اینکه به عنوان یک رقاص و هنرمند شناخته میشد، از همان ابتدا وارد دنیایی شد پر از سیاست، قدرت و نفوذ. او به خوبی می‌دانست که زیبایی و کاریزمایش می‌تواند درهای بسته را باز کند و درست به همین خاطر خیلی زود توانست خود را در میان مردانی جا بدهد که در عرصه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی اروپا نقش‌های کلیدی داشتند. کم کم به جایی رسید که اگر مردی در یک مهمانی یا ضیافت مهم با مطهری دیده میشد، برایش اعتباری خاص و نوعی امتیاز اجتماعی محسوب میشد. خودش هم که همیشه عاشق حاشیه و در مرکز توجه بودن بود، از این موقعیت نهایت لذت را می‌برد. گفته می‌شود یکی از مهمترین شخصیت‌های فرانسوی که با او رابطه‌ای نزدیک داشت، مارشال ژوزف، رئیس ستاد کل ارتش فرانسه که در جریان جنگ جهانی اول یکی از چهره‌های کلیدی کشور به شمار می‌رفت. ارتباط با چنین فردی برای هر کسی می‌توانست خطرناک باشد، چه برسد به زنی که همیشه زیر ذره‌بین جامعه و رسانه‌ها بود. یکی دیگر از کسانی که با او در ارتباط بود، ژنرال ژورژ لادو بود، یکی از افسران عالی رتبه و از چهره‌های مهم سرویس اطلاعاتی فرانسه. رابطه مطهری با او رابطه‌ای حساس، پیچیده و پر ابهام بود، چیزی میان دلدادگی، وابستگی و شاید حتی مأموریت. اما ارتباطهایش فقط محدود به فرانسه نبود. او در سفرهایش به آلمان نیز با مقامات بلندپایه و چهره‌های اطلاعاتی آن کشور آشنا شد. حتی گفته می شود که در مقطعی با رئیس سرویس اطلاعات آلمان نیز دیدار و رابطه‌ای برقرار کرده بود. این روابط دو پهلو و مرزناپذیر کم کم باعث شد نام مطهری در فهرست مظنونان بزرگ جاسوسی قرار بگیرد. زنی که نمیشد فهمید واقعاً به کدام سو وفادار است، به عشق، به قدرت یا فقط به خودش. در جریان این روابط مطهری از هر فرصتی برای حضور در مهمانی‌های سیاسی و غیر سیاسی استفاده می‌کرد. مهمانی‌هایی که اغلب در خانه‌های اشرافی یا دفاتر دیپلماتیک برگزار می‌شدند و برای او زمینه‌ای عالی برای برقراری ارتباط با مردان قدرتمند و با نفوذ فراهم می‌کردند. در واقع مطهری از این روابط به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافش و نفوذ بیشتر در محافل سطح بالا استفاده می‌کرد. اما با گذر زمان دوران اوج حرفه‌ایش در رقص رو به افول گذاشت. هر مودی عمری دارد و همانطور که روزی مطهری نماد بی‌رقیب رقص در اروپا بود، حالا رقیبان جوانتر و پر انرژی‌تر یکی یکی از راه رسیده بودند. سن او هم بالا رفته بود. حالا در آستانه 40 سالگی بود. بدنش دیگر آن تراوت و انعطاف سابق را نداشت و کم کم از صحنه‌ها کنار می‌رفت. در میان مردم هنوز مطهری افسانه‌ای بود، اما حفظ جایگاهش به عنوان یک هنرمند شناخته شده روز به روز سخت‌تر می‌شد. در تابستان سال 1914 وقتی که 38 ساله بود و مدتی از شور و درخشش گذشته‌اش کاسته شده بود، تصمیم گرفت به برلین سفر کند تا شاید بازگشتی با شکوه به صحنه داشته باشد. او می‌خواست با اجرای نمایشی تازه بار دیگر خود را به عنوان هنرمندی بی‌نظیر مطرح کند.
نمایشی که قرار بود اجرا کند داستانی بود که خودش نوشته بود. ماجرای عشق یک کشیش به الهه‌ای شرقی. داستانی پر رمز و راز که کاملا با شخصیت و جهان درونی خودش همخوانی داشت. برنامه‌اش این بود که آن را در سالن متروپول، یکی از مشهورترین سالن‌های برلین، به روی صحنه ببرد. اما درست در همان زمان آتش تنش‌ها بالاخره شعله‌ور شد و جنگ جهانی اول آغاز گردید. در 3 آگوست 1914 آلمان به فرانسه اعلام جنگ کرد و مطهری درست در قلب این بحران در خاک آلمان میان 2 جبهه دشمن گرفتار شد. او زنی هلندی بود، کشوری که بی‌طرفی خود را اعلام کرده بود. اما سالها در فرانسه زندگی کرده و آنقدر خود را فرانسوی می‌دانست که دیگر کمتر نشانی از تعلق به هلند در او مانده بود و فرانسه بودن یعنی دشمن آلمان بودن. از طرف دیگر به دلیل رفت آمدهای مکررش به محافل آلمانی، نگاه‌ها به او در هر 2 کشور با سوء ظن همراه بود. به این ترتیب مطهری از 2 طرف تحت فشار قرار گرفت. تمام دارایی‌هایش در آلمان مسدود شد و درست مثل زمانی که از آسیا برگشته بود و در هلند گرفتار فقر شده بود، حالا دوباره بی پول و بی پناه ماند. حتی ناچار شد لباسهایی را که برای اجرای جدیدش آماده کرده بود به جای دستمزد به طراحش بدهد. در نهایت اوضاعش چنان نابسامان شد که یکی از حامیان ثروتمندش در برلین هزینه خروجش از آلمان را پرداخت کرد. اما وقتی توانست کشور را ترک کند مستقیما به فرانسه نرفت. ترجیح داد ریسک نکند و به هلند بی‌طرف برگردد، به خانه اصلیش. نزدیک به 1 سال در آنجا ماند و در این مدت به عنوان مدل عکاسی و مد فعالیت می‌کرد. اما زندگی در هلند برایش بیروح و خسته کننده بود. از کودکی هم با فضای محافظه‌کار و آرام آن کشور بیگانه بود. اجازه دیدار با دخترش را هم نداشت و این تلخ‌ترین بخش ماجرا بود. برای همین هیچ چیز در هلند برای او انگیزه باقی نگذاشته بود. لحظه شماری می‌کرد تا دوباره به پاریس برگردد، همان شهری که روزی نامش را به شهرت رسانده بود. در همین دوران بی آنکه خود بداند تحت نظر نیروهای اطلاعاتی بریتانیا قرار گرفت. آنها به همکاری احتمالیش با آلمان‌ها مشکوک بودند. مدرک مشخصی علیه او وجود نداشت، اما در فضای سنگین و بی‌اعتماد دوران جنگ همین شک کافی بود تا او در فهرست مظنونان قرار گیرد. ظاهراً یک بازجویی کوچکم از او می شود، اما چیز خاصی دستگیرشان نمی شود و در نهایت رهایش می کنند. سال 1916 مطهری بالاخره توانست بعد از سفری طولانی به پاریس بازگردد. اما این پاریس دیگر آن پاریس پیش از جنگ نبود. جنگ روح شهر را گرفته بود. دیگر در میان مردم شور و شوقی دیده نمی‌شد. ذوقی نداشتند. انگیزه‌ای در چهره‌هایشان نبود. مطهری یک واقعیت مهمتر را هم فهمید. دیگر جذابیت و زیباییش میان مردم خریداری نداشت. حتی نگاه‌ها نسبت به او منفی شده بود. با تمام شکوه گذشته‌اش حالا با دنیایی روبرو بود که دیگر پذیرایش نبود. در شهر شایعاتی پخش شده بود که او را متهم به جاسوسی می‌کرد. فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها معتقد بودند مطهری مشکوک است و احتمالاً برای آلمان‌ها جاسوسی می‌کند. می‌گفتند چه دلیل دارد زنی مثل او با این همه آدم نظامی در ارتباط باشد؟ آن هم افرادی که ممکن است اطلاعات حساس و امنیتی در اختیار داشته باشند. میان تمام این روابط مختلف یکی از همه مهمتر بود. مطهری با افسری روس به نام ولادیمیر در رابطه عاشقانه قرار داشت. رابطه‌ای که با تمام روابط گذشته‌اش فرق می‌کرد. رابطه‌ای کاملاً احساسی و صادقانه. ولادیمیر از نیروهای روسی بود که برای فرانسه می‌جنگید و منابع تاریخی می‌گویند او آخرین عشق واقعی زندگی مطهری بود. شاید هم نخستین و آخرین عشقش. نکته قابل توجه اختلاف سنی این 2 نفر بود. مطهری 40 سال را رد کرده بود، اما ولادیمیر جوانی 22 یا 23 ساله بود. رابطه میانشان آنقدر عمیق بود که حتی برای ازدواج هم با هم قرار و مدار گذاشته بودند. مطهری دیگر نمیخواست مانند گذشته زندگی کند.
نه شرایط برایش فراهم بود و نه در درون خود انگیزه‌ای می‌دید. او خوب می‌دانست که هنر و رقص و نمایش دیگر خریدار چندانی ندارد و روزگار درخشش روی صحنه به سر آمده است. اکنون تنها آرزویش داشتن زندگی آرام بود، خانه‌ای مستقل، بدون آنکه ناچار باشد از این هتل به آن هتل و از این خانه به آن خانه نقل مکان کند و در ازای خدمات هزینه زندگیش را تامین کند. اما در همان روزهایی که آن دو با هم در ارتباط بودند، شبانه روز تحت نظر قرار داشت. تمامی رفت آمدها، نامه‌نگاری‌ها، تلگراف‌ها و هر نشانه‌ای که می‌توانست برای نیروهای امنیتی ارزشی داشته باشد، با دقت کنترل می‌شد. سوءظن نسبت به او بسیار بود، اما هرچه بیشتر تعقیبش می‌کردند، کمتر به نتیجه مشخص می‌رسیدند. تنها فهرست مردانی که در اطرافش رفت آمد داشتند کاملتر می‌شد. در یکی از مأموریت‌هایی که به ولادیمیر سپرده بودند، او به شدت زخمی شد. ولادیمیر خلبان بود و در این حادثه هم ریه‌اش آسیب دید و هم بینایی‌اش، تا آنجا که ناچار شد یکی از چشمانش را تخلیه کند. هنگامی که خبر به گوش مطهری رسید، بیقرار شد و تصمیم گرفت خود را به عشقش برساند، اما ورود به مناطق نظامی کاری ساده نبود. هرچه دلیل می آورد درخواستش پذیرفته نمی شد. وقتی راهی نیافت به یکی از معشوقه‌های با نفوذش پناه برد و از او خواست کمکی کند. آن مرد نیز او را به شخص دیگری معرفی کرد و گفت شاید بتواند گره کار را بگشاید. آن شخص کسی نبود جز ژنرال ژورژ لادو، رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه. همان کسی که شخصاً دستور داده بود مطهری زیر نظر گرفته شود. گرچه لادو نیز شیفته او بود، اما در میانه جنگ وظیفه بر هر احساس دیگری مقدم بود و این فرصت را بهترین زمان برای بازجویی از او می‌دانست. در دیداری که میانشان صورت گرفت، لادو درباره سفرهای او به آلمان و ارتباطش با افسران آلمانی پرسش‌هایی مطرح کرد. سپس پیشنهادی وسوسه انگیز پیش روی او گذاشت. گفت که میتواند مقدمات دیدار با ولادیمیر را فراهم کند، اما در مقابل مطهری باید برای فرانسه کاری انجام دهد. باید برای آنان از آلمانی‌ها جاسوسی میکرد و در برابر این خدمت 1,000,000 فرانک به او میپرداختند. 1,000,000 فرانک مبلغ اندکی نبود، پولی که میتوانست آینده مطهری را تضمین کند، هزینه درمان ولادیمیر را فراهم آورد و حتی زندگی مشترکشان را آغاز کند. او نمیتوانست چنین پیشنهادی را نادیده بگیرد، پس پذیرفت. از آن پس رابطه‌اش با ژنرال لادو نزدیکتر شد و به این ترتیب مطهری به جاسوس فرانسه بدل شد. او خود پیشنهاد کرد که به بلژیک برود، جایی که میتوانست به افسران آلمانی نزدیک شود و از دل محافلشان اطلاعات بیرون بکشد. همان گونه که تمام زندگی مطهری در نقش‌آفرینی گذشته بود، قرار بود مسیر تازه‌اش را نیز در قالب نقشی جدید ادامه دهد. نقش جاسوس. طبق برنامه او باید از مسیر اسپانیا وارد عمل می‌شد. ابتدا راهی اسپانیا می‌گشت، سپس به پرتغال می‌رفت و از آنجا با کشتی خود را به بلژیک می‌رساند. مسیر طولانی بود، اما برای ردگم‌کنی طراحی شده بود و در راستای نقشه‌هایی قرار داشت که ژورژ لادو در سر می‌پروراند. اما همه چیز برخلاف نقشه پیش رفت. مطهری سر از لندن درآورد. در یکی از بنادر بریتانیا دستگیر شد. تنها به این دلیل که او را با یک جاسوس آلمانی اشتباه گرفته بودند. از نام واقعیش مارگارتا زله چیزی نمی‌دانستند و حضورش برایشان ناشناس بود. بعدها بود که دریافتند همان زن مرموزی است که زمانی در هلند تحت نظر داشتند. در بازجویی‌های نخست مطهری همه چیز را انکار کرد، اما وقتی پرسش‌ها پیچیده‌تر شد، راز مأموریتش را فاش کرد و گفت: من برای متحد شما فرانسه کار می‌کنم. مأموریتم را از سوی آقای ژورژ لادو دریافت کردم و باید خود را به بلژیک برسانم. انگلیسی‌ها موضوع را با فرانسوی‌ها در میان گذاشتند. فرانسوی‌ها نیز مأموریت او را تایید کردند، اما در کنار آن هشدار دادند ما خود نیز هنوز به او مشکوکیم و می‌خواهیم بدانیم واقعاً وفادار است یا تنها نقش بازی می‌کند. چند روز بعد مطهری راهی مادرید شد و در انتظار دریافت دستورهای تازه از پاریس ماند، اما هیچ خبری نرسید. با خود گفت
باشد، اشکالی ندارد. همان مأموریتی را که قرار بود در بلژیک انجام دهم اینجا انجام می‌دهم. پس تصمیم گرفت میان افسران و دیپلمات‌های آلمانی رفت آمد کند و به اطلاعات دست یابد. در مادرید با یک دیپلمات آلمانی به نام سرهنگ آرنولد فون کاله آشنا شد. مطهری با همان شگرد همیشگیش با دلبری و هوشیاری کوشید اعتماد او را جلب کند و همچون گذشته موفق بود. اطلاعاتی درباره نیروهای آلمانی در سواحل مراکش، یک زیردریایی حامل مهمات و چندین گزارش پراکنده درباره محل استقرار نیروهای آلمانی به دست آورد. مردها را مست می‌کرد، صحبت می‌گرفت و سپس همه چیز را در نامه‌هایی می‌نوشت و برای ژورژ لادو به پاریس می‌فرستاد. نامه‌هایی که هیچگاه پاسخی دریافت نکرد. مطهری حتی مجموعه‌ای از اطلاعات بی اهمیت و سطحی درباره فرانسوی‌ها را نیز در اختیار فون کاله گذاشت. فون کاله خوشحال شد و گفت اینها می‌تواند برای ما مفید باشد. او با برلین تماس گرفت و گزارش داد که زنی را می‌شناسد که در میان فرانسوی‌ها نفوذ دارد و شاید بتواند از او بهره برد. اما حقیقت این بود که آن اطلاعات چندان ارزشمند نبودند. بیشتر شامل مسائل خصوصی، شایعات و اخبار و روزنامه‌ها می‌شدند. احتمالاً مطهری می‌خواست اعتماد آلمانی‌ها را جلب کند. اما همین اقدام بی‌احتیاطی بعدها برایش دردسرساز شد، چون پیشتر یک بار از سوی آلمان‌ها پیشنهادی برای جاسوسی دریافت کرده بود و همین اطلاعات کم اهمیت را بعدها به عنوان مدرکی علیه او مطرح کردند تا نشان دهند بله، او برای آلمان‌ها جاسوسی می‌کرد. اما ماجرای پیشنهاد آلمان‌ها چه بود؟ این داستان به زمانی باز می‌گردد که مطهری از آلمان به هلند رفته بود. در روزهایی که جنگ آغاز شده و او در آلمان گیر کرده بود، ملاقاتی با کنسول آلمان در آمستردام داشت. آن مرد می‌کوشید مطهری را متقاعد کند از موقعیت ویژه‌اش برای جاسوسی به نفع آلمان استفاده کند. جذابیت زنانه‌اش، ارتباطش با افراد با نفوذ و تسلطش به زبان‌های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی او را به نیروی بالقوه برای جاسوسی تبدیل کرده بود. پس چرا از او استفاده نکنند؟ آلمان‌ها نیز به همین دلیل به سراغش آمدند و پیشنهاد همکاری دادند. متاسفانه یا از سر حماقت یا از سر زیرکی مطهری این پیشنهاد را پذیرفت. بنابراین شک انگلیسی‌ها بی‌مورد نبود. وقتی آلمانی‌ها 20,000 فرانک پیشنهاد کردند، وسوسه شد و این پول را به خاطر تمام دارایی‌هایی که در آلمان از او مصادره شده بود پذیرفت. هرچند بعدها ادعا کرد که هیچگاه قصد نداشته واقعاً برای آنها جاسوسی کند. میگفت پول را تنها برای جبران خسارت‌ها گرفته است. مطهری بعدها با نام جاسوس H21 شناخته شد. میگویند این اسم را همانجا آلمانی‌ها برایش انتخاب کردند. حرف H اشاره‌ای بود به نام دستیارش کاپیتان هافمن و عدد 21 یعنی 21مین فردی که از آلمان‌ها برای جاسوسی از فرانسوی‌ها به خدمت گرفته بودند. حالا بازگردیم به اسپانیا. در اسپانیا هر نامه‌ای که به پاریس می‌فرستاد بی پاسخ می‌ماند. مدام در انتظار بود تا به او بگویند چه باید بکند. به بلژیک برود یا نه، بماند یا برگردد. اما نمی‌دانست که تمام این ماجرا تله‌ای بود که خود فرانسوی‌ها برایش گسترده بودند تا او را به دام بیندازند. در تمام این مدت نیروهای انگلیسی او را زیر نظر داشتند. رفت آمدهایش را کنترل می‌کردند. می‌دیدند که با آلمانی‌ها معاشرت می‌کند و همزمان با یکی دو افسر فرانسوی نیز رفت آمد دارد. در آن دوران اسپانیا کشوری بی‌طرف بود و افسران آلمانی و فرانسوی هر دو آزادانه در آنجا رفت آمد می‌کردند. مطهری نمی‌دانست که در هتلی که اقامت کرده است بیشتر کارکنانش جاسوسان آلمانی هستند. یعنی در همان لحظه‌ای که نامه‌هایش به ژورژ لادو را به دفتر هتل می‌سپرد تا برایش پست کنند، پیش از آن که نامه حتی از در هتل خارج شود، فون کاله از محتوای آن با خبر می‌شد. به این ترتیب او فهمیده بود که مطهری مأمور فرانسوی هاست. در همین فاصله ژورژ لادو دستور داد در برج ایفل ایستگاهی رادیویی نصب کنند تا بتوانند پیام‌های رادیویی آلمانی‌ها را بشنوند. آلمانی‌ها برای ارسال پیام از کدهای ویژه‌ای استفاده می‌کردند، کدهایی که فرانسوی‌ها پیشتر آنها را شکسته بودند. در میان این پیام‌ها چند تلگراف وجود داشت که در آن از جاسوسی با عنوان H21 سخن گفته شده بود.
فرانسوی‌ها با خواندن این پیام‌ها دریافتند که H21 همان ماتا-هاری است. گفته می‌شود این تلگراف‌ها انتقامی بود که سرهنگ فونکاله افسر آلمانی از او گرفت. آلمانی‌ها می‌دانستند اگر پیام را با این شیوه رمزگذاری بفرستند، فرانسوی‌ها قادر به خواندنش خواهند بود. بنابراین عمداً چنین کردند تا ماتا-هاری را به شکل یک جاسوس آلمانی جلوه دهند و او را بسوزانند. با توجه به سابقه بدگمانی انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها نسبت به او، این ضربه تقریباً سرنوشتش را تعیین کرد. دیگر راه بسیاری برای نجاتش باقی نمانده بود. ژورژ لادو برای آنکه هیچ تردیدی باقی نماند و مطمئن شود ماتا-هاری واقعاً برای آلمان کار می‌کند، اطلاعاتی درباره 6 جاسوس بلژیکی که برای آلمان فعالیت می‌کردند در اختیار او گذاشت و به او گفت: در مورد این افراد تحقیق کن و ببین می‌توانی اطلاعاتی از آنها به دست بیاوری یا نه. تنها حواست باشد که یکی از این 6 نفر مأمور ماست و برای خود فرانسه کار می‌کند. ماتا-هاری پس از مدت‌ها نخستین اطلاعات واقعی و رسمی را از پاریس دریافت کرده بود و همین موضوع او را خوشحال و امیدوار کرده بود. اما نتیجه چه شد؟ حدود 2 هفته بعد خبری به پاریس رسید. جاسوس بلژیکی مورد نظر همان کسی است که برای فرانسه کار می‌کرد. لو رفته و آلمانی‌ها او را اعدام کردند. اینجا بود که ژورژ لادو گفت: دیگر هیچ شکی باقی نمانده. ماتا-هاری جاسوس آلمان است. تردید نکنید. بلافاصله دستور دادند که او به پاریس بازگردد، اما به شکلی که کوچکترین سوءظنی در او برانگیخته نشود. ماتا-هاری در 3 ژانویه 1917 به پاریس بازگشت. همچنان زیر نظر بود و در این مدت وقتش را با معشوقه هایش می‌گذراند و منتظر خبری از ژورژ لادو یا ولادیمیر عشق روسی خود بود. اما هیچ خبری نشد تا اینکه در 13 فوریه در اتاقش کوبیده شد. در را گشود و با ماموران دولتی روبرو شد. در حالی که ماتا-هاری انتظار داشت به خاطر مأموریتش مورد تقدیر قرار گیرد. به اتهام جاسوسی به سود آلمان بازداشت شد. ماه‌های بعد را در شرایطی سپری کرد که حتی در کابوس‌هایش نیز نمی‌دید. بازجویی او را مردی به نام پیر باردون بر عهده گرفت. کسی که هدفش تنها یک چیز بود: جمع‌آوری هرچه بیشتر مدرک علیه او. در واقع مدرک فیزیکی قابل اتکایی نداشتند، جز همان تلگراف هایی که میان آلمانی ها رد و بدل شده بود. بنابراین تلاش می‌کردند از او اعتراف بگیرند و بخش عمده فشار روانی بود. در مجموع 17 بار از او بازجویی شد. ماتا-هاری در همه این جلسات همه چیز را انکار می‌کرد و زیر بار هیچ یک از اتهامات نمی‌رفت. اما تلگراف هایی که فونکاله ارسال کرده بود کار را برایش دشوارتر می‌کرد. بازجوها آن را پیش رویش می‌گذاشتند و می‌گفتند: ببین، ما مدرک داریم. مگر H21 تو نیستی؟ مگر از آنها پول نگرفته‌ای؟ حتی اسم بانک‌هایی که پول را به حسابت واریز کردند اینجاست. دیگر چه چیزی را می‌خواهی انکار کنی؟ 6 ماه فشار، تحقیر و اقامت در سلولی سرد و نم زده او را از پا انداخت. در این مدت برای همه افراد با نفوذی که می‌شناخت نامه نوشت. حتی به سفیر هلند نیز متوسل شد و از او یاری خواست، اما هیچ یک قدمی برایش برنداشتند. یا جرأت مداخله نداشتند، چرا که خود نیز ممکن بود متهم شوند. یا آن زن جذاب، آن ماتا-هاری با شکوه دیگر برایشان ارزشی نداشت. در نهایت خودش ماند و خودش. زنی که زمانی اطرافش پر بود از آدم‌های رنگارنگ، زیر بار تنهایی و ناامیدی در هم شکست. و سرانجام همان چیزی را بر زبان آورد که بازجویانش مشتاق شنیدنش بودند. گمان می‌کرد صداقت پیشه کرده و می‌خواهد حسن نیتش را ثابت کند، اما سخت در اشتباه بود. ماجرای دیدارش با کنسول آلمان در هلند را از آغاز تا پایان بی هیچ پنهانکاری تعریف کرد. مدام تکرار می‌کرد که من هیچ اطلاعاتی به آنها ندادم، فقط پول گرفتم تا جبران دارایی‌هایی باشد که از من توقیف کرده بودند. اما این اعتراف ناآگاهانه پایان داستان ماتا-هاری بود. او مرگبارترین اشتباه زندگیش را مرتکب شد.
محاکمه مطهری در 24 ژوئیه 1917 آغاز شد. محاکمه غیر علنی و پشت درهای بسته. وکیلی که برای دفاع از او انتخاب شد یکی از معشوقه‌های سابقش بود. مردی سرشناس اما بیفایده. نه مدارک کامل پرونده را در اختیار گذاشتند و نه اجازه دادند با شاهدان صحبت کند. عملاً دستش را بسته بودند. در جریان دادرسی، ژورژ لادو گروهی 6 نفره را به عنوان شاهد معرفی کرد تا علیه مطهری شهادت دهند. اما بعدها روشن شد که هیچ کدام از آنها حتی مطهری را از نزدیک هم ندیده بودند. بدبیاری‌های او ادامه داشت. بازجوها سراغ ولادیمیر، معشوقه روسیش رفتند. وقتی درباره رابطه آنها پرسجو شد، ولادیمیر پاسخ داد: چه کسی چنین چیزی گفته؟ ما هرگز قصد ازدواج نداشتیم. رابطه‌مان آنقدر صمیمی نبود. او حتی حاضر نشد در دادگاه به سود مطهری شهادت بدهد. برای این رفتار چند توضیح مطرح شد. می‌گفتند ولادیمیر مدتی برای مطهری نامه می‌نوشت اما هیچ پاسخی دریافت نمی‌کرد. یا نمی‌دانست که او بازداشت شده، یا نامه‌ها هرگز به دستش نمی‌رسید. پس شاید رنجیده بود و سخنانش را از سر کینه بیان کرده بود. عده‌ای دیگر عقیده داشتند از روابط مطهری با مردان دیگر احساس خیانت کرده و قصد داشته از او انتقام بگیرد. گروهی هم معتقد بودند چاره‌ای نداشته. در میانه جنگ همدلی با یک متهم به جاسوسی می‌توانست زندگی خود او را نیز تباه کند. دلیل هرچه بود، این شهادت ندادن ضربه‌ای سنگین به موقعیت مطهری وارد کرد. بازجوی او در دادگاه بارها تاکید کرد که مطهری بی تردید خائن است و با ارتباطهای پنهانیش با دشمن اطلاعات سری و حیاتی را در اختیار آلمانها قرار داده است. دادستان نیز بر سفرهای مکرر او به آلمان و معاشرتش با نظامیان بلندپایه تکیه می‌کرد و همه را نشانه جاسوس بودنش می‌دانست. او در دادگاه گفت: وی بزرگترین جاسوس زن قرن است. باعث مرگ 50,000 سرباز فرانسوی شده. در نهایت تمام روند دادرسی تنها 2 روز به طول انجامید. نه علنی بود نه عادلانه و حکمی که از پیش رقم خورده بود در پایان صادر شد: اعدام. کمتر از 3 ماه بعد در صبح 15 اکتبر 1917 مردم پاریس بیخبر از رویدادی بودند که در میدان تیر در جریان بود. مطهری، زنی 41 ساله که روزگاری مردان اروپا برای تماشای او صف می‌کشیدند، زنی که در بزرگترین سالن‌ها اجرایی خیره کننده داشت، با رقص خود زن و مرد را محصور می‌کرد و نماد زیبایی و هنر زمانه خویش بود، اکنون بی آنکه اجازه دهد چشمانش را ببندند، در برابر سربازانی ایستاده بود که مأمور بودند او را تیرباران کنند. دقایقی بعد برق نگاهش برای همیشه خاموش شد و داستان مطهری به پایان رسید. واکنش‌ها به مرگ او جنجالی بود. فرانسوی‌ها این واقعه را پیروزی بزرگی می‌دانستند، تا آنجا که یکی از روزنامه‌ها با غرور تیتر زد: خائنه بزرگ اعدام شد. گویی نه آن زنی که روزگاری تصویرش در خیابان‌های همین شهر بر دیوارها و ویترین‌ها نصب می‌شد. تمام اموالش را نیز برای جبران هزینه‌های دادرسی به حراج گذاشتند. اما مطهری چنان چهره افسانه‌ای بود که حتی پس از مرگش بازار شایعات دربارش همچنان داغ ماند. سرنوشتش همان گونه که همیشه آرزو داشت، متفاوت از دیگران رقم خورد، با مرگی پرهیاهو. او همیشه می‌خواست مرموز بماند، همیشه دربارش حرف بزنند و سرانجام همان شد. می‌خواست زیبا بماند و در اوج زیبایی درگذشت. حتی شایعه کرده بودند که در 41 سالگی آنقدر دلفریب بود که هنگام شلیک یقه بلوزش را گشود و بدن برهنه‌اش را آشکار کرد و سربازان چنان شیفته‌اش شدند که تیرشان خطا رفت و او گریخت. اما حقیقت تلخ‌تر از افسانه ها بود. هیچ کس برای دریافت جسدش مراجعه نکرد و او در تنهایی مرد. پیکرش را برای آموزش کالبد شکافی به یکی از دانشکده‌های پزشکی پاریس سپردند. میگویند سرش را مومیایی کرده بودند، اما مدتی بعد به سرقت رفت و هرگز پیدا نشد.
پرونده ماطهاری حتی سالها پس از مرگش همچنان سرشار از ابهام و پرسش باقی ماند. مخالفان حکمی که برای او صادر شده بود همواره معتقد بودند حقیقت ماجرا چیز دیگری است. آنان می‌گفتند حتی تلگراف هایی که به عنوان تنها مدرک اصلی در دادگاه ارائه شده پر از تناقض بود. به باورشان آلمانی‌ها از مدت‌ها پیش می‌دانستند فرانسوی‌ها قادرند این نوع کدگذاری را بخوانند. برای همین عمدن چنین پیام‌هایی فرستاده بودند تا ماطهاری را لو بدهند و از میان بردارند. گروهی دیگر پا را فراتر گذاشتند و ادعا کردند اصلا خود فرانسوی‌ها آن تلگراف‌ها را جر کرده بودند تا برایش پاپوش بسازند. زیرا از آن پیام‌ها جز ترجمه‌های فرانسوی چیزی باقی نمانده بود و نسخه اصلی هرگز منتشر نشد. پرسش‌های بیشماری بی‌پاسخ ماندند. چرا محاکمه باید غیر علنی باشد؟ چرا هیچ پوشش خبری نداشته باشد؟ و چرا در لحظه اعدام حتی یک خبرنگار هم اجازه حضور نیابد؟ یکی دیگر از مدارکی که بعدها علیه او ارائه شد، گزارشی در آرشیوهای نظامی آلمان بود که ادعا می‌کرد ماطهاری برای آموزش‌های جاسوسی به آلمان رفته و تحت تعلیم بوده است. اما مخالفان اینطور پاسخ می‌دادند: بله، او چندین بار به آلمان رفته بود، اما برای اجرا، نه جاسوسی. او رقاصی بین‌المللی بود که در شهرهای مختلف آلمان برنامه داشت. و حتی اگر فرض شود آموزش‌هایی هم دیده باشد، باز هم چیزی روشن‌تر نمی‌شد. زیرا هیچ یک از اطلاعاتی که به آلمانی‌ها یا فرانسوی‌ها داده بود، ارزش نظامی حقیقی نداشت. خبرهای سطحی، اطلاعات‌های پراکنده و شایعات روزنامه‌ای، هیچ چیز در حد بزرگترین جاسوس غرب نبود. می‌گفتند حتی یک مورد از اطلاعات او به طور مستقیم بر روند جنگ یا شکست‌های فرانسه اثر نگذاشته بود. اما زمانه دیگری بود. فرانسه در میان جنگ جهانی اول زیر فشار شکست‌ها و روحیه پایین مردم در جستجوی پیروزی هرچند ظاهری بود. و چه پیروزی بهتر از دستگیری یک جاسوس، آن هم جاسوسی مشهور، زیبا و شناخته شده. کسی که میشد همه ناکامی‌ها را به او نسبت داد. در حقیقت فرانسه با بزرگنمایی و اغراق از ماطهاری هیولای خیانت ساخت، در حالی که شاید در واقعیت تنها زنی بود که در بازی قدرت‌ها قربانی جاه طلبی و ساده‌لوحی خود شد. منتقدان حکم بعدها گفتند ماطهاری را قربانی کردند. حتی دادستان پرونده، همان کسی که در دادگاه ادعا کرده بود او باعث مرگ 50,000 سرباز فرانسوی شده، سالها بعد اعتراف کرد ما مدرک کافی برای محکوم کردنش نداشتیم. رودولف مکلود، شوهر سابقش، نیز گفته بود مارگارتا هر کاری هم کرده باشد شایسته چنین مرگی نبود. اما سرنوشت تلختر از این نیز شد. دخترش که پس از اعدام مادر خبر مرگ او را از روزنامه‌ها فهمیده بود، تنها 2 سال بعد در 21 سالگی درگذشت. میگویند از عوارض همان سفلیسی است که احتمالاً از پدرش گرفته بود و خود رودولف نیز سالها بعد در 72 سالگی از دنیا رفت. اما نام ماطهاری هرگز خاموش نشد. او دیگر نه تنها یک زن یا یک جاسوس نبود. او به افسانه‌ای بدل شده بود که حتی مرگ هم نتوانست آن را از میان ببرد. 4 روز پس از اعدام ماطهاری اتفاقی رخ داد که همه را شوکه کرد. ژورژ لادو، همان رئیس دستگاه ضد جاسوسی فرانسه، همان مردی که با تمام توانش برای محکوم کردن ماطهاری جنگیده بود و در نهایت دستور اعدام او را امضا کرده بود، خودش بازداشت شد. اتهامش چه بود؟ جاسوسی برای آلمان‌ها. طنزی تلخ از دل تاریخ. مردی که زنی را به جرم خیانت به وطن به جوخه اعدام سپرده بود، چند روز بعد خود پشت همان میز بازجویی نشست. به همان اتهامی که او علیه اوضاع ماطهاری مطرح کرده بود. هیچ کس دیگر نفهمید چقدر از ماجرای ماطهاری حقیقت داشت و چقدر فقط بخشی از نمایشی بود در صحنه‌ای که کارگردانش خود لادو بود. اما تاریخ گاهی با ظرافت انتقام می‌گیرد. این بار تنها 4 روز طول کشید تا ورق برگردد.